سلام دوستان، وقتتون بخیر. اگه میخواید یک کیک صبحونه حرفه‌ای و با ساده ترین روش ممکن یاد بگیرید، تا آخر این ویدیو همراهمون باشید. دو عدد تخم مرغ درشت، نصف لیوان شیر معادل 100 گرم، نصف لیوان روغن مایع معادل 100 گرم، نصف لیوان پودر شکر معادل 100 گرم، یک لیوان سرپر آرد معادل 160 گرم، نوک قاشق پودر وانیل، یک قاشق چایخوری سرپر بیکینگ پودر، 50 گرم کشمش. شما میتونید بیشتر یا کمترش هم بکنید. راحت و بی دردسر 5 دقیقه با همزن دستی موادمون رو هم میزنیم. نصف موادمون رو با یک قاشق پودر کاکائو شکلاتی میکنیم. مواد شکلاتیمون رو خالی میکنیم داخل قالب یا کاغذ مخصوصمون. مواد سفیدمون هم خالی میکنیم روش. مغز دلخواه میپاشیم روش. با یه پاکن یا یه چاقو آغشته به روغن مایع یه چاک میزنیم وسطش. دمای 150 درجه فر برقی و 180 درجه فر گازی به مدت تقریبا 45 دقیقه میذاریم داخل فر از قبل گرم شده. لایک و سیو و اشتراک گذاری یادتون نره.